دوستان سلام علیکم. امیدوارم که در هر جای دنیا هستین جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز بازم شما را خوش آمدید میگیم در ویدیو. خداوند را سپاسگزارم که بازم ما را توفیق داد که مادم در یک جای دیگه با یک ویدیو جدید که ویدیو از منطقه جاغوری ویدیو میگیرم. هم دوم در جاغوری از منطقه بند ملت کزسنگ کاراشون سکاتور دوانج در کار منه دیگر راه سرک جور منه دیگر بیننده باشین دیگر. دوست عزیز که بازم برم در نزدیک شم نفراغ طوره بگیم کارا در چه حد پیش رفته. سکاتور امروز اینجا سرک جور نه در سربند را جور نه که باید در سربند من دقاب کل کار کاکا چیکار نی؟ سلام و درود به بینندگان عزیز و دوستان و عزیزان که ما رو میبینن و خصوصا به برادر عزیز ما آقای علی کریمی که مبلغ 42,000 افغانی برای ما برای بند ملت هدیه کرده بود و برادر عزیز ما آقای نعیمی که مبلغ 15,000 افغانی که 5,000 برای بند گفته بود 10,000 هم که یک راست گوز یا گوسپند بخریم قربانی کنیم. ما امروز یک راست گوسپند و یک راست گوز را خریداری کردیم اینمی جا آوردیم قربانی کردیم اینمی برای کارگرای بند کلتنگچی ملت توزیع میدیم. دیگه برادران دوستا منتظر هستن دیگه. شما را به خداوند خیر برکت بده. خدا قربانیتان را به کرم واجه قبول کنه ان شاء الله تعالی. خیر ببینین سلامت ببینین و امواتان خداوند رحمت کنه. جهت خوشنودی ارواح امواتشان در محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عیدتان مبارک بودم براتون. عید خوشی داشته باشین، زنده باشین، سلامت باشین. خیر ببینید. تشکر. خیر ببینیم مامور صاحب. خدا شما را خیر بده، اجر بده که زحمت زیاد میکشین در اینجا. خداوند امواتای شما را رحمت کنه. Parna nabi karta hai. افزودیان کال بند میده که سنگم گرفتم دادرار گفتن قربان نه بکده بود و نورم میده شگرفتم. خداوند عجب نصیب کنه. خدا عجب دیگه زیاد دردراز نشین. از ویدیو دست از شما را به خداوند کریم را میسپاریم. خداوند نگهدار شد. امید ویدیوهای بعدی ما بهشون بریم دیگه. خدا خوش. خدا حافظ.